با چار کس مهربان باش: پدر و مادر، برادر، خواهر. از چار چیز از خدا پناه ببر: اندوهگین شدن، قرضدار شدن، بخیلی، ناتوانی. با چار کس سخت نگیر: یتیم، بیچاره، نادار، بیمار. با چار عمل خود را آراسته کن: صبر کردن، خاکساری، علم و دانش، سخاوتمندی. با چار کس نزدیک شو: مخلص، با وفا، سخاوتمند، راستگو. با چار کس دوستی مکن: دروغگو، دوست، حسدخور، فریبکار. چار کس را زیارت کن: مادر و پدر، خویشان، دوستان، مریضان. چار چیز کمش خوب است: کم خوراک خوردن، کم خوابیدن، تنبلی، بسیار سخن کردن. از چار چیز بے پروا مباش: نماز، قرآن خواندن، ذکر، صله رحم. این را روان کنید و از ثواب خود را محروم نکنید. بگذار که برای شما صدقه جاریه شود. السلام علیکم.